سلام بینندگان عزتمند. این لحظه شما امکان دارید توسط برنامه کریمینالی اخبار وزارت کارهای داخلی عاید جنایت‌های آشکار شده و دیگر سمت‌های فعالیت مقامات کارهای داخلی جهت تامین ترتیبات جمعیتی برای خود آگاهی پیدا نمایید. با شما من نصرت الله محمدزاده. توجه نمایید به سرخط برنامه. موسیفید 77 ساله از دست برادرزاده‌اش در زمینه خصومت و بدبینی به هلاکت رسانیده شده است. در حقیقت من عمکم را علم توجیه را به قتل رساندم. از کردم پشیمانم، صدقم پشیمانم. نشه جلابی ترانسمیلی بازداشت و از او 25 کیلوگرم وسیله نشه‌دار مصادره گردید. از شهروند جمهوری اسلامی افغانستان حاجی نازمیر به مقداری 25 کیلوگرم وسیله نشه‌دار نوع حشیش را قبول کردند و در نتیجه از جانب کارمندان پلیس دستگیر شدند. آشکار گردیدن 30 لحظه جنایت دزدی از بانکامت‌های حدودی پایتخت مدت 4 ماه می شود که با همراهی جورام عبدالله اپراتوی نمی دوشنبه سیتی رو زدگی پولشون گرفتگی تقسیمات کردگی. شرح این و دیگر خبرها در برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. بعد از منزل استقامتی پیدا نمودن جسد مرد 77 ساله با علامت‌های مرگ مجبوری، مقامات میلیسیا با سازمان دادن گروه فوری تفتیشاتی توانستند گره جنایت ناعیان و سربسته را کشایند. مرحوم علی تاج‌الدین استقامت کننده جماعت دهاتی عبدالوصیف شهر وحدت از جانب برادرزاده‌اش با بیرحمی مخصوص به هلاکت رسانیده شده است. سنه 5 دکبر سال 2024 با علامت‌های مرگ مجبوری در منزل استقامتیش پیدا گردیدن جسد شهروند علی تاج‌الدین محیدینویچ ساکن جماعت دهاتی عبدالوصیف دهه بهارستان شهر وحدت از صادر گردیدن جنایت آدمکشی درک می‌داد که با یک بیرحمی مخصوص صادر گردیده است. خودی همان روز از حساب کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت گروه اپراتیوی تفتیشاتی تشکیل کرده شده برای آشکار نمودن جنایت آدمکشی سفر برگردیدند. در نتیجه مقصدناک دایر نمودن چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی جنایت آدمکشی آشکار گردید. معلوم گردید که جنایت مذکور را برادرزاده مرحوم علی زیابک توکلویچ سال تولدش 1986 ساکن شهر وحدت صادر کرده است. گمانبر شده که در فدراسیون روسیه قرار داشت با داشتن خصومت شخصی که قبلا با عمک خود داشته است از فدراسیون روسیه به شهر خوجند و سپس به شهر وحدت آمده. شب 5 دکبر سال 2024 وارد خانه عمک خود شده در وقتی در جایگاه خواب بودن با واسطه تروبه آهنین به سر و تن او زده او را به هلاکت رسانیده است. یک تا زدم، دو تا، با سه تا. تا سه تا زدم شد، برو اومدم رفتم. در حقیقت من عمکم را علم توجیه را به قتل رساندم. از کردم پشیمانم، صدقم پشیمانم. و پس از صادر کردن این جنایت متیش باز به شهر خوجند سپس به فدراسیون روسیه فرار کرده است. از روی نشان داده علی زیابک جنایت مذکور را در زمینه خصومت و بدبینی‌های اویلوی صادر کرده است. گرچند علی زیابک مکرانه رفتار نموده گمان نمود که کردار آشکار نمی‌گردد، ولی کارمندان میلیسیا توانستند این جنایت را آشکار و صادر کننده آن را دستگیر سازند. وابسته به حالت مذکور نسبت بازداشت گردیده با علامت ماده 104 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در پروکراتوره ژنرالی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیش قرار دارد. واسطه نشه‌دار در کدام نموده که نباشد تهدید به سلامتی جامعه داشته عاقبت معاملات و استفاده آن نامرادی و مرگ است. با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان میسر شد به حرکت‌های جنایتی یک نفر نشه‌جلاب ترانسمیلی نقطه گذارند. از این نفر نشه‌جلاب 25 کیلوگرم وسیله نشه‌دار نوع حشیش مصادره شده است. باعث افتخار است که امروز کشور عزیز ما تاجیکستان در همه سمت‌ها رشد کرده در نظرسنجی‌های تشکیلات‌های بین‌المللی همچون کشور امن اعتراف گردیده تمام ساکنان مملکت تلاش دارند تا همیشه چنین نفوذ اعتبار جمهوری تاجیکستان استوار و پاینده باشد.
در این ردیف کوشش و قصدهای ناپاک بعضی افراد جنایت پیشه که میخواهند سرزمین مقدس ما را همچون مملکت ترانزیتی برای عملی سازی نقشه های جنایتکارانه نشد جلابی استفاده کنند، خوشبختانه با کوشش کارمندان مقامات کارهای داخلی عملهای ناپاک جنایت پیشگان برباد داده می شود. ناحیه میرسعید علی حمدانی ولایت ختلان از نگاه جغرافی ناحیه نزدی مرزی با کشور افغانستان بوده، هر لحظه احتمال دارد گروه های جنایت پیشه نشد جلاب ترانسمیلی با قصدهای جنایتکارانه خود تشویش ها را به وجود آورند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه میرسعید علی حمدانی ولایت ختلان در نتیجه عملی سازی چاره‌بینی های اپراتیوی توانستند مقدار مخصوصا کلون وسطی نشدار را آشکار و مصادره نمایند. گمانبر این شکل جنایتی مخصوصا وزنین اگرچه قبلا برای صادر کردن جنایتی در ماده 200 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای معاملات غیرقانونی واسطه نشدار سود شده، قسم از عمر خود را در محبس گذرانیده باشد هم ولی اصلاح نگشته متاسفانه نفسی بد، حرص مال و ثروت گمانبر را آرام نگذاشت تا در آزادی باشد. گمانبر شده ایدیف همراهخان باباخانویچ سال تولدش 1975 زاده ناحیه واسه ولایت ختلان، ساکن کوچه حافظ شیرازی ناحیه سینای شهر دوشنبه تحت نظارت اپراتیوی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه میرسعید علی حمدانی قرار گرفته، هنگام دستگیر نمودن از او 25 کیلوگرم واسطه نشدار نوع حشیش مصادره کرده شد. از نشانداد گمانبر شده همراهخان ایدیف چنین مقدار مخصوصا کلون واسطه نشدار را از یک تن شهروند کشور افغانستان دسترس کرده میخواست این بار مرگاور را به بیرون از کشور انتقال داده صاحب مبلغی زیاده گردد. پیش با ماده 200 قسم 4 سود شدم و از این خلاصه در کاری نبرآورده از شهروند جمهوری اسلامی افغانستان حاجی نازالمیر به مقداری 25 کیلوگرم وسایل نشدار نوع حشیش را قبول کردم و در نتیجه از جانب کارمندان میلیس دستگیر شدم. وابسته به جنایت معاملات غیرقانونی واسطه نشدار در بخش تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه میرسعید علی حمدانی با ماده 200 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، مهلت ادای جزای گمانبر طولانی خواهد بود. چون این عمل خطا جنایت پیشگی گمانبر میتواند برای هزاران نفر دیگر درسی عبرت باشد تا زندگی خود را نه از حساب جنایت بلکه مهنت حلال و خیرد و دانش بنیاد و آباد سازند. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینای شهر دوشنبه گمانبر جنایتی دزدی را دستگیر نمودند که در 30 لحظه جنایت دست داشته است. بازداشت گردیده شبانه با آلات‌های مخصوص دستگاه‌های بانکی یا به اصطلاح بانکمت‌ها را در حدود پایتخت شکسته مبلغ‌های داخلی آنها را تصرف می‌کرده است. عین حال او بازداشت و خفی ضرررسانی به جامعه برطرف کرده شد. شرح بیشتر در گزارش نوبتی. چند است در حدود شهر دوشنبه با شکستن ترمینال‌های مبلغ گذرانی دوشنبه سیتی بانک شماره زیادی جنایت‌های دزدی به قید گرفته شدند که از کردارهای جنایتکارانه نفر و تیاری مخصوصی او درک می‌داد. از جمله این نوار لحظه صدورنمایی جنایت دزدی است که دلیل و بازگوی گفته‌های بالاست. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا با مقصد آشکار و دستگیر نمودن نفر جنایتکار یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی را عملی نمودند. در نتیجه شریفوف بهادر عبدالحقویچ ساکن 45 ساله شهر کلاب که سابقه داغدار کننده جنایتی دارد همچون گمانبر دستگیر کرده شد. در نتیجه تفتیشات پیشکی معین گردید که نامبرده اساساً شبانه هدفهای ناپاک و عملهای جنایتی را صادر میکرد. برای شکستن دستگاه‌های خودکار مبلغ گذرانی با خود اسباب‌های مخصوصی آهنین گرفته پس از شکستن مبلغ‌های در داخل ترمینال‌ها موجود بوده را تصرف نموده، همزمان دستگاه‌های مبلغ گذرانی را کارناشایی هم نموده است. عین زمان در حدود شهر دوشنبه بیش از 39 حالت جنایت‌های شریفوف بهادر معین کرده شدند که او با این عمل‌هایش با بانک دوشنبه سیتی ضرر کلانی مالیوی رسانیده است. Mayakovskida دو تا ترمینالی نمی دوشنبه سیتی را زدیم با مانتیروفکا شکست مامورا پولوشا گرفتیم 39,000 سوم با اینمی چلشاشا در اومدیم اموجا با کار کردیم
шикастем. Хеле аппарат 1800 сум пули ҳамҷа гирифтем. Сини Султони Кабир бо як аппарати дигар ҳамтарӣ кардем. муддати 4 моҳ мешавад ки бо ҳамроҳи Ҷурам Абдулло аппаратҳои нами Душанбеситиро задагӣ, пулошона гирифтагӣ, тақсимот кардагӣ, бо монтировка ҳардумон мешикастем, пулошона мегирифтем, тақсимот меким, мерафтем. қобили зикр аст ки имрӯз дигар амалу кирдорҳои ҷиноятӣ нест ки аз назарҳо пинҳон ва аз ҷавобгарӣ дар назди қонун дар амон бошад. ҳар амале дорои подошест ки нафари содир намудаи онро мебояд ба кирдорҳои содир намудаи худ дар назди қонун ҷавоб гӯяд. айни замон гумонбаршаванда Шарипов Баҳодур дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, нисбаташ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятии оғоз ва бо мақсади ошкору муайянсозии дигар кирдорҳои ҷиноятии ӯ тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар баробари ариза ворид гардидан ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон дар хусуси кирдори ба ҷомеа хавфноки дуздӣ маълумот медод, сафарбарии гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса ва коргузорӣ бо методҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияро муваффақ гардонид ки шахсияти гумонбарон ошкор ва онҳо дастгир гарданд. полковники милитсия Офуқи Қодириён аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ вилояти Хатлон дар ин хусус гузориш медиҳад. متاسفانه امروزها بعضی از جوانان به جای دانش اندوختن و راه راست زندگی را پیشه نمودند دست به کردارهای ضد حقوقی میزنند که باعث نگرانی اهل جامعه گشته است. از جانب کارمندان میلیسیای ناحیه دوستی در اساس عریضه و مراجعت‌های ساکنان ناحیه مذکور عایدی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن اشیاءهای روزگارشان ضمن پیشبرد چاره‌های اپراتیوی جستجویی 4 نفر گمانبران جنایتی دزدی دستگیر کرده شدند. اینها شادمانов موین سالی تولدش 2002، خالعلیف محمد علی سالی تولدش 2000، گوریزов جمشید و گوریزов نصیب‌الله سالی تولدشان 2006 ساکنان ناحیه دوستی می باشند که با مصلحت پیشکی دست به دزدی مالکیت شهروندان زدند. ضمن پرسش معین کرده شد که نامبردگان در پاس شب وارد منزل‌های استقامتی شهروندان گشته از آنجا اشیاءهای روزگار از قبیل قالین‌ها، لباس‌های مردانه و دیگر اشیاءهای روزگاری شهروندان را تصرف نموده از جای حادثه غیب می‌زنند. نامبردگان در 5 حالت جنایت دزدی گمانبر دانسته می‌شوند و مبلغ ضرری رسانیدهشان به شهروندان زیاده از 13,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوستی نسبت گمانبران پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. بداخلاقی یک نفر مویسفید 70 ساله را کارمندان میلیسیا آشکار نمودند. این نفری روزگار دیده به سحر و جادو مشغول گردیده همزمان به کردارهای ضد اخلاقی نیز دست زده است. توجه نمایید به شرح همکارمان مایور میلیسیا احسان عبدالله‌زاده در این خصوص. кирдорҳои бадахлоқона ва дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҷиноятест ки кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ хати фурудгоҳи шаҳри душанбе дар оғози моҳи феврал дар кирдори яке аз шахсони мӯътабари маҳаллаи хоҷилдиёри ҷамъияти деҳоти Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор собиқ имоми масҷиди Ҳамидеҳа Шарван Бобоев Абдуҳалим Холиқович сол таваллудаш 1955 ошкор намуданд. дар ҷараёни чорабинои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян гардид ки гумонбаршуда ба хизматрасониҳои дуохонӣ додани тумору таштоб машғул шуда бо баҳонаи тавобату мушкилкушоӣ ба амалҳои фосихонаю зинокорӣ даст зада меъёрҳои ахлоқӣ ва одоби инсониро сарфи назар кардааст. бобоев Абдуҳалим гарчанде аз минбари масҷид ваъз гуфта имоматӣ мекард ва мардумро аз гуноҳу савоб огаҳ месохт, мутаассифона ин амали нолоиқро содир намудааст. اینها شکلن شکل یعنی شکل چی هستن؟ شکل رقم های همین رقم ها شکل بخاطر یک گفتم که برای ترس زیان یک از ترسیدگی اگر زیان باره باشد آبیشه آبکره میخورد دودیشه دود میکند. اینا کار آمن از این من وقتی پدرم درس میخواندم در پیش پدرم درس آموختم تا سنف 7 سالگی من 7 خانی من انا
همین یاد گرفت. این تنها یک صحنه بداخلاقی مردی بدرفتار است که در نتیجه چوربینی اپراتیوی جستجویی دسترس شد. به فرضیه اپراتیوی بوبی و عبدالحلیم که سالهای طولانی به داخانی و خدمت رسانی دینی سر و کار میگرفت، احتمال باز همین گونه حرکت‌های بداخلاقانه را قبلا نیز صادر نموده باشد و با عنوان به بدرفتاری روبرو شده با مقصد حفظ آبرو به مقامات مراجعت نکردند. سنجش آوازه دسترس شده به حرکت‌های بداخلاقانه میل داشتن بوبی و عبدالحلیم را تصدیق نمود. زینا از نگاه اسلام چی جوابگری دارد؟ خیلی خداوند جزا می‌دهد که اومد با اگر نباشد گناهی کبیره است، گناهی بزرگ است. من صاحب 7 فرزند هستم، 16 نویره. من پدرم میراث موندگی بود، بود میخوندم. یک زن اومده پیشم که من کسری جگرم کسل که به خونی من بید، من گشته بود خونش با انا خیلی وسوسه شیطان شدیم، مکر زن شدیم. انا خواستم دست درازی کنم در تلفظی کار بودم که مقامات در آمده من دستگیر کردن. پنهان ماندن چنین بدرفتاری میتوانست به ادامه یابی بداخلاقی مساعدت نماید. برای بداخلاقی و دیگر حرکت‌های خصوصیت شهوانی داشته یا حرکت‌های بداخلاقانه با سوء استفاده از حسیات و باوری دینی نسبت به بوبی عبدالحلیم چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود. باز از آشکاریابی فالبین نوبتی برای شما خبر میدیم. در نتیجه چوربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست تحقیق وزارت کارهای داخلی، یک نفر زن برای خدمت رسانی‌های ساحری، دعاخوانی، اجرا کردن هر گونه عمل‌های گوی و طبابتی بر عوض مبلغ معین هنگام قبول شهروندان خرافات پرست بازداشت گردید. توجه نمایید به گزارش نوبتی. گرچند حیله و مکر و باطل بودن افسونکاری‌های جادوگران و فالبین‌ها کایها به انسانیت معلوم گردیده باشد هم، ولی محض اعتماد و مراجعت بعضی از شهروندان کوتاه‌اندیش باعث از بین نرفتن این طایفه مردم فریب گردیده است. در نتیجه دایر نمودن چوربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست تحقیق وزارت کارهای داخلی، شهروند شریف و خیرنیسا سال تولدش 1988 ساکن شهر وحدت بازداشت کرده شد. نام برده در منزل اقامتیش کار افتادگان را قبول نموده به فالبینی و سحر و جادو مشغول شده است. از روی نشاندادی بازداشت شده و با روی سحر گویا مناسبت‌های بین زن و شوهر را گرم نموده بهر زندگی آسایشته آنها سهم می‌گذاشته است. همزمان مزاجان گمراه را باور می‌کنند که گویا آنها را جادو خواندند و برای برآوردن جادو از آنها مبلغ معین طلب نموده به دست آورده است. نام برده با استفاده از باوری کار افتادگان گویا بختکشایی و حتی برای برگرداندن مبلغ قرضی به شهروندان کمک می‌کرده است. حالان که شریفا و خیرنیسا سوادی کافی نداشته مکتب میانه را تا صنف 9 تحصیل کرده است. در اصل من معلوماتی پورا ندارم، معلوماتی نوپورای میانه تا صنف 9 خواندگیم، معلومات دینی ندارم. در پیش یک زنک تعلیم دینی گرفته بودم که از دقیقه حیات نیستم. با همین یک دستوره ما همین کارا را پیش می‌بردیم. شریف و خیرنیسا من شوهرش میشم. همین یگان اونجا خواندگی، یگان کار کسب کرده نیست، برای فقط فن فریب مردمه. همین کارا رو دست میزد. من چند بار پیش گفتم که نکن در کار نیست. من کار میکنم، در روان کار میکنم. زندگی بردستم. معلومات دین نداره، نمازش ساز نمیخونده. این خیلی کار کسب میکردم. استاد هر جایی که من خونه میومدم، خونه را این بازار، این بازاری که میگی چه بازار، آدم این خونه پر همش پر. من جای شتان من نمیفتم که در جا بشینم یا یک راحت کنم ایره دراز اومدم. نمیخواد آدمو که میخواستن میگفت که این آدم پیش اومده. من گفتم من کارکنی دولت آدم پیش میاد تو زنک خونش چی ده پیش میاد آدم این کار کنم. جادوگری سیر جادو اینم خیلی کارو سرگردونه. اگه اون سم میدونن شاید اون سمی که چند سمی که میمونه اون شخص میدونه. من نمیدونستم، من نمیبینم خیلی چیزا رو، خودش میدونستم تو خونه‌اش نمیشه. صورت میبرد چی میبردن میآوردن نمیبردن هم خیلی رو همون دست خودش دست اویلانده میدیدم. همین کارو کسبواش کردوراش مردم فریبی گیر سحر میره بیگاه میره خونه و بودک چی میخره نمیخره یه خودمان میدونه. همین کارو کسبو قدی مشغوله. اشیاهایی که نام برده هنگام سحر و جادو استفاده می نماید اسپند، شیر، آب، رشته و دیگر اشیاهای روزمره می باشند که با واسطه این چیز چاره کرخت
او باور میکناند که به مشکلات کارافکنندگان رسیدگی میکند. هنگامی از نظرگذرانی منزل استقامتی نام برده از آنجا 35 رسمی شخصان کارافتاده دریافت کرده شد که برای برطرف کردن مشکلات به شریفا و خیرنسا پیشنهاد کردند. متاسفانه در برابر شهروندان گمراه برخی کارمندان ساختارهای قدرتی نیز به چنین سرگران باور نموده برای حل مشکلات خود گرفتن رتبه نوبتی و یا وظیفه به شریفا و خیرنسا مراجعت کردند. این کارگرای وایینی برای وظیفه گرفتنشون، برای زبان گرفتنشون، این سربازا برای پیشروی کارشون، برای اویلادار شدنشون بود. این دخترک برای شوهر کردنش بود. این کارگر بانک برای با مبلغ پولی کلون در محبس غلطیده بود، باید ای محبس آزاد میشید. این بچه ها چند بار اویلادار شد، خونهش ویران شد، 3-4 مرتبه برای زن گرفتنش بود. این دخترک برای شوهر کردن بود. اینجا بسیاری همیا برای برقرار کردن اویلشون بود. اوید به حالت جای داشته نسبتی بازداشت گردیده طبق طلبات ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده، نام برده جریمه بندی کرده شد. تماشابینان گرامی، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه این لحظه اینا. مقصد از تهیه و پیشنهاد نمودن خبرهای جنایتی و دیگر حقوق ویرانکنی ها آگاه نمودن شهروندان و خصوص جوانان از عاقبت کردار ضد حقوقی و جوابگری آن می باشد. در این زمینه کوشش می نماییم جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان سهمگزار باشیم. برای رابطه همیشگی با رقم های تلفنی در نور بوده می توانید با وزارت کارهای داخلی زنگ بزنید. معلومات بیشتر اوید به دستاورد و نوگانی‌های مقامات کارهای داخلی از سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی، هفته‌نامه قانون و جامعه می توانید پیدا نمایید. تا برنامه‌های دیگر سربلند و خوشروز و خانه آباد بمانید. خیر.